دویم و حفظ اللسان عن الغیبة والکذب والنمیمة والیمین الغموس. دویم همین که روزدار زبانش نگه بدارد، به زبانش کسی را آزار نده، زبانش حفظ کنه نگه بدارد. اولا از غیبت، آدم روزدار غیبت نکنه. غیبت حرام کرده خدا هست که خدا در قرآن در سوره حجرات آیه مبارکه فرستاد که استعذ بالله ولا تغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. خداوند میگه که غیبت نکند بعضی شما بعضی شما را. آیا میخواهد یک تا شما گوشت برادری مرده اش را کنده بخورد؟ فکرهتموه، البته که شما نفرت میکنید، نمیخواهید. غیبت کردن به همون منزله هست که یک مسلمان مردگی را گوشت گویا کنده میخورد، گوشتی او را. همین قدر غیبت حرام است. روزدار هرگز باید که زبانش به غیبت آلوده نکند، زبانش حفظ کند، ذکر الله تعالی بکند، به زبانش تلاوت قرآن بخواند.